عیسی این مثل را نقل کرده راهش را دوام داد و به سوی اورشلیم رهسپار گشت. وقتی که آنها به دهه‌های بیت فاجی و بیت عنیای نزد کوه زیتون رسیدند، عیسی دو شاگردش را فرستاده گفت: به دهه‌ای که در روبروی شماست روید و همین که وارد آن گشتید، خری بسته را می‌بینید که تا حال کسی به آن سوار نشده است. بندش را گشاده آن را به اینجا بیارید. اگر کسی از شما پرسد که برای چی بندش را می‌گشایید، گویید که وی به خداوند در کار شد. شاگردان فرستاده شده رفتند و خر را همان طوری که او به آنها گفته بود یافتند. وقتی که آنها بند خر را می‌گشادند، صاحبانش از آنها پرسیدند: چرا بند خر را می‌گشایید؟ آنها جواب دادند: وی به خداوند لازم است. پس آنها خر را به نزد عیسی آورده به بالایش جامه‌های خود را پرتافتند و عیسی را به آن سوار کردند. عیسی سواره می رفت و مردم جامه‌های خود را پیش راه او پایانداز می کردند. وقتی عیسی به راه نزدیک شد که آن از بالای کوه زیتون پایان می رود، تمام گروه شاگردانش برای همه معجزه هایی که دیده بودند شادی کنان با آواز بلند خدا را حمد و ثنا خوانده می گفتند: برکت یابد شاهی که به نام خداوند می آید. صلح در آسمان و شهرت و جلال به خدا در آسمان. بعضی فریسیان از بین مردم به عیسی می گفتند: ای استاد، شاگردانت را آرام کن. وی جواب داد: باور کنید اگر آنها خاموش شوند، سنگ ها داد می زنند. وقتی که آنها نزدیکتر آمدند، عیسی شهر را دیده گریه کرد و گفت: اوه کاش که اقلاً همین روز راهی را که تو را به آسایشتگی می برد می دانستی، ولی حالا آن راه از چشمان تو پنهان است. از بس که تو وقتی به نزدت آمدن خداوند را نفهمیدی، به سرت روزهای سخت خواهند آمد. دشمنانت گرد تو خاک دیوارها ساخته احاطه می کنند. آنها از هر طرف فشار آورده تو و ساکنانت را به خاک یکسان خواهند کرد و در تو سنگ بر بالای سنگ نخواهد ماند. عیسی به حولی معبد خدا وارد شده، آنهایی را که به خرید و فروش مشغول بودند بیرون راند. او با آنها گفت: خدا در نوشتجات گفته است که خانه من خانه دعا می شود. شما باشد آن را به خانه دزدان تبدیل داده اید. او هر روز در معبد خدا مردم را تعلیم می داد. کاهنان کلان، استادان شریعت و راهبران خلق اسرائیل در پی کشتن او بودند، ولی علاج این کار را یافته نمی توانستند، چون که تمام مردم به ایست و با دقت به هر یک سخن او گوش می دادند.